اگر شما زیگیل تناسلی دارید این سه تا کارو نکن. خب بریم بلش کن. به نام خدا، دکتر شریعت نیا هستم و امروز میخوام در مورد زیگیل تناسلی صحبت بکنم. علت انتخاب این موضوع تعدد بیمارانی هست که در کلینیک‌های پوست و مو به ما مراجعه میکنن و از این بیماری رنج میبرن و در ادامه پاسخ خطرناکی هست که از این بیماران میشنویم در برابر این پرسش که چرا انقدر دیر مراجعه کردید که ضایعاتتون گسترده بشه، در نتیجه فرایند درمانی سخت و عوارض بیماری زیاد بشه. و اون این هستش که ما نمیدونستیم ضایعه‌ای که داریم زیگیل تناسلی هست. ببینید دوستان، تشخیص زیگیل تناسلی و افتراقش از سایر ضایعاتی که توی ناحیه تناسلی وجود داره گاهن برای پزشک متخصص شما هم سخت و دشوار میشه. در نتیجه کسی این انتظار رو از شما نداره که به قطع بخواید تشخیص بدید ضایعه‌ای که دارید زیگیل هست، بلکه تنها وظیفه‌ای که هر فرد در قبال خودش و جهت تأمین سلامت جسمی و جنسی خودش داره این هستش که در هنگام مواجهه با هر گونه ضایعه مشکوکی که در ناحیه تناسلی داره به پزشک متخصص این امر مراجعه بکنه، اجازه ارزیابی و بررسی رو بده. اون موقع اگر تشخیص زیگیل واسش قطعی شد، متناسب با شرایط اون فرد، شدت بیماری، مدتی که از زمان بروز ضایعات گذشته، فرایند درمانی براش آغاز بشه. ببینید به طور کلی تمام زیگیل هایی که در تمام سطوح بدن وجود دارن عاملشون ویروسی هست به نام HPV یا هیومن پاپیلوما ویروس. ویروس HPV انواع مختلفی داره که بر اساس شماره نامگذاری شدن، مثل نوع 6، 11، 16، 18، 31 و انواع دیگه. حالا چرا ما منحصراً میخوایم در مورد زیگیل تناسلی صحبت بکنیم و این رو از سایر زیگیل ها داریم جدا میکنیم؟ این دو تا علت خیلی مهم داره. اولین علت این هستش که زیگیل های تناسلی روش انتقالشون متفاوت هست با زیگیل هایی که در سایر نواحی بدن مثل کف سر، مثل کف پا یا اطراف انگشتای دست و پا به وجود میان از طریق جنسی منتقل میشه. در واقع یک بیماری STD یا منتقل از طریق جنسی تلقی میشه و در نتیجه با توجه به افزایش روابط جنسی در جامعه این خطر وجود داره که اگر ما اطلاع درستی از این بیماری نداشته باشیم در آینده با سونامی از بیمارانی مواجه باشیم که مبتلا به زیگیل های تناسلی شدن. نکته دوم و علت دومی که ما زیگیل های تناسلی رو جدا میکنیم از زیگیل های سایر نواحی بدن این هستش که در نواحی تناسلی ویروس HPV علاوه بر این که میتونه ایجاد ضایعات زیگیل رو بکنه، میتونه ایجاد ضایعات پیش بدخیم و بدخیم که به نوعی سرطان هست رو ایجاد بکنه که طبیعتاً یک بیماری مهم تلقی میشه که شایع ترین اونها سرطان دهانه رحم یا سرویکس در خانم ها هست و همینطور در آقایان هم میتونه یک سری ضایعات سرطانی رو در نواحی تناسلی به وجود بیاره. پس به این دو علت ما زیگیل های تناسلی رو از سایر زیگیل ها جدا میکنیم و به شکل دقیق تر بررسی میکنیم و درمانشون برای ما اهمیت داره.